روز بخیر بینندگان عزیز رادیو زودی. سرخط خبرهاست تقدیم شما از استودیوی مرکزی و من شالوی گلخوجه همراهتون. در نشر نوبتی از جزئیات تازه در قضیه عزت‌امان بازداشت مهاجران تاجیک در بازار فودسیتی، نوبت‌پایی زیادی آنهایی که آرزوی سفر از دوشنبه به مسکو را دارند و دیگر خبرهای تاجیکستان و جهان برایتان معلومات میدیم. وکیل دفاع عزت‌امان حامی حقوق مهاجران میگوید یگان دادگاه حکم اخراج زیر حمایه‌اش را صادر نکرده است. کیریل ژارینوف دیروز در صحبت با رادیو زودی گفت نفری که دادگاه تورسکوی حکم اخراجش را برآورده است هم نام عزت‌امان میباشد نه خود او. به همین ترتیب به قول این وکیل دفاع مسئله بازداشت و چگونه فرستاده شدن عزت‌امان به دوشنبه سوال‌های زیاد را به میان آورده است. در همین حال دیروز خبر رسید که پسرش با عزت‌امان در دوشنبه ملاقات کرده است. محمد یوسف خولوف گفت صحت پدرش خوب است. مهاجران تاجیک میگویند چند روز اخیر در بازار فودسیتی مسکو برگزاری ریدها و بازداشت زادگان تاجیکستان افزایش یافته است. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار گفتند از جمله روز گذشته ده‌ها تن از تاجیکان را با شمول زنان و کودکان به شعبه پلیس آورده بیش از 10 ساعت نگاه داشتند، در حالی که به قول مصاحبان ما سندهای اکثریت مشکل ندارند. گفته می شود موردهای بازداشت بعد زخمی و کشته شدن چندی از مهاجران تاجیک در پی یک ماجرای مربوط به بازار فودسیتی اوج گرفته است. در همین حال وادیم کوژنوف رئیس فدراسیون مهاجران در روسیه میگوید برای خاتمه دادن به این بازداشت ها به مقامات مربوطه عرض خواهند کرد. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده ناحیه ونج میگویند راهرو برای حرکت ماشین‌ها تازه کردند. مسافران ده‌ها خودرو که به سمت دوشنبه خوروغ و یا برعکس سفر میکردند گفتند بنابر ریزش سنگ طول 3 روز در این قسمت راه بند مانده بودند. در نواری ثبت کرده آنها نیز کاروان ماشین‌ها دیده میشود. صبح امروز رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده در ونج گفت که الکی این مشکل برطرف شده است. هنوز از هفته گذشته این کمیته از ریزش سنگ و فرآمدن ترمه در راه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان هشدار داده از رانندگان و مسافران خواست که احتیاطکار باشند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. امروز از صبح بر وقت در نزد یکی از بلیط فروشی‌های شهر دوشنبه شماره زیادی خریداران بلیط مسکو دوشنبه از شرکت سومون ایر جمع آمده بودند. انتظار می‌رود در دوام روز فروش چیپته‌ها شروع شود، اما تا آن دم کارمندان مقامات انتظامی در نزد در بلیط فروشی یک رویخط نوبت پایان را ترتیب می‌دادند. با گفته جمع آمدگان نرخ بلیط سومون ایر برای دوشنبه مسکو تا 5000 سومونی فروخته می‌شود. باز هم به قول این مهاجران نرخ بلیط شرکت یوتر که 2 اپریل پرواز خواهد کرد بر عوض 6700 سومونی پوره به فروش رفته است. از ماه اپریل هفته 2 مرتبه از دوشنبه به مسکو پرواز دومی صورت خواهد گرفت، اما مسافران طریق روی زمینی از تاجیکستان به روسیه رفتن نمیتوانند، زیرا تا هنوز مرز بسته باقی میماند. همچنین فعلا با هدف کار و تحصیل توسط قزاقستان و ازبکستان و دوبای و ترکیه وارد شدن تاجیکان به روسیه اجازت نیست. تقدیم خبرها را ادامه میدیم. امریکا و 13 کشور دیگر از چین دعوت کردند که به تحقیق سرچشمه سرایت کرونا ویروس دسترسی کامل فراهم آورد. این دعوت بعد نشر گزارش کارشناسان سازمان جهانی تندرستی درباره پاندمی کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 که در همراهی با متخصصان چین تهیه شده است مطرح گردید. کشورها از طرز برگزاری تحقیقات نگران بودند و در یک اظهارات مشترک از تحلیل مستقل و بی‌طرفانه سرچشمه سرایت سراسری کرونا ویروس پشتیبانی کردند. این کشورها باور دارند که همکاری شفاف بر پایه علم در ارزیابی و جلوگیری از پاندمی‌ها در آینده یاری می‌رساند.
صدها طبیبی روز در یک مراجعتنامه اینترنتی از مقامات روسیه طلب کردند که مخالف زندانی الکسی ناوالنی با یاری فوری طبی تامین شود. درباره نامه‌ای که از 28 مارت تا به امروز زیر آن 500 طبیب و متخصص طب امضا گذاشتند، بر رادیوی سوابودا خبرنگاری اینسایدر الک پشینیچنی خبر داده است. در این نامه گفته شده است که حداقل ناوالنی را باید طبیب معاینه کند که با او این سیاستمدار مخالف حکومت اعتماد دارد. در این نامه آمده است که بد شدن وضع سلامتی ناوالنی میتواند به زهرآلودشوی او و پیامدهای آن ربط داشته باشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جماعت وروخ شهر اسفر سفر میکند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت به رادیو زودی امروز این خبر را تصدیق کرد، ولی گفت که سنه و برنامه سفر هنوز دقیق نیست. سفر نوبتی در پی آن صورت میگیرد که سروت قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیت قرقیزستان در داخل تاجیکستان با واکنش‌های تند روبرو شده است. توشیف هفته گذشته گفت آنها به تاجیکستان پیشنهاد کردند که وروخ را به قرقیزستان داده در عوض از دیگر منطقه 12,000 گکتار زمین بگیرند. طبق اطلاع دریافتی سفر امامعلی رحمان به جماعت وروخ 4 اپریل صورت میگیرد. ساکنان دهاتی تاجیکستان شکایت دارند که محدودیت انتقال برق در منزل‌هایشان 1 ساعت بیشتر شده است. به گفته آنها حالا به جای ساعت 23 قبلی برق را در ساعت رسا 22 شب خاموش میکنند. ولی شرکت برق توجیک تغییر رجای لیمیت را رد کرده میگوید محدودیت چون قبل از ساعت 23 تا 5 سحر است. شرکت از ساکنان دعوت میکند در صورت رعایت نشدن این رجا به تلفن باوری آنها زنگ زنند. در شرکت گفتند که صنایع دقیق بیکار کردن لیمیت برق که از 6 ژانویه امسال جاری شده است معلوم نیست. کمبود برق در داخل تاجیکستان در شرایطی است که مقامات تاجیک از فروش برق به کشورهای همسایه در 2 ماه گذشته 7 میلیون دلار فایده گرفتند. خبرگزاری‌های محلی اطلاع می‌دهند که در قزاقستان بنزین گران شده است. در شهر نورسلطان آن کشور بنزین نوی 92 از 150 تنگه ابتدایی ماه مارت در آخر این ماه به 160 تنگه برای هر لیتر رسیده است. در شهرهای دیگر قزاقستان نیز همین حالت مشاهده می‌شود. وزارت انرژی قزاقستان روز 30 مارت در توضیح بالاروی قیمت بنزین گفت دولت قیمت سوزشواری را از سال 2015 به این طرف تنظیم نمی‌کند. برخی از کارشناسان میگویند بالاروی قیمت سوزشواری در کشورهای همسایه به قزاقستان تاثیر رسانده و قیمت سوزشواری را در این کشور گران کرده است. در تاجیکستان نیز ماه جاری نرخ بنزین بالا رفته تا جای باعث کمبود آن گردید. یک زن 45 ساله ساکن شهر کانی بادام را برای لط و کوبی شوهرش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد که این زن روز 29 مارت در پی مناقشه عائلوی در صحن حولی شوهر 79 سالش را با بیل و کلند چند مرتبه می‌زند. طبق خلاصه تشخیص سودی طبی سلامتی مرد از این ضربه ها ضرری میانه دیده است. نسبت زن پرونده جنایتی آغاز شده است. نظر گمانبر در رابطه با این حادثه هنوز دسترس نیست. شما سرخط خبرها را از رادیو زودی تماشا دارید. صبح دیروز یک مرد خود را در ساحل رود دوشنبه آویخته است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد. امدادگران جسد را از دیوار بتونی ساحل پایین آوردند و به کارمندان میلیسای نویه که به جای حادثه دعوت شده بودند سپاریدند. طوری مشخص گردیده است این مرد ساکن 42 ساله نویه جبار رسولفی ولایت سوغد می باشد. سبب دست به خودکشی زدن این مرد معلوم نیست. مقامات حفظی حقوق جریان حادثه را تفتیش میکنند.
ва бинандагони азиз, тибқи маъмул дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 1 март нархи $1 11 сомониву 31 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 27 дирам таъин кардааст. Арзиши 1000 рубли русӣ 148 сомониву 50 дирам муқаррар гардидааст. тақдими хабарҳоро дар ҳамин сонияҳо ба поён мебарам. баъди 3 соати дигар шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазирем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва барори кор ба ҳар яки шумо азизон.